سلام، وقت شما بخیر. امروز چهارشنبه 25 اسفند سال 1402 مطابق با 16 آگوست سال 2023 با منتخب خبرهای افغانستان در خدمت شما هستم. افزایش افسردگی زنان و دختران افغانستانی پس از واگذاری قدرت به طالبان. پس از واگذاری قدرت به طالبان، مراجعه زنان و دختران دانش آموز و دانشجو به مراکز درمان روانی و مشاوره در افغانستان افزایش یافته است. بستن مراکز آموزشی و تحصیلی توسط گروه طالبان و منع کار توسط این گروه زنان و دختران را به شدت ناامید و افسرده کرده است. وقتی دیروز خبر شنیدم خیلی خوشایند بود برام، به خدا اشک ریختم. اما امروز خیلی جگر خودم. طی 2 سال گذشته پس از واگذاری قدرت به گروه طالبان، گزارش‌های زیادی از افزایش موارد خودکشی در میان جوانان مخصوصاً زنان و دختران منتشر شده است. افزایش مدارس دینی در افغانستان پس از واگذاری قدرت به طالبان. شمار مدارس دینی در افغانستان پس از واگذاری قدرت به گروه طالبان به صورت قابل توجهی افزایش یافته و این روند همچنان به سرعت ادامه دارد. آمار رسمی وزارت معارف طالبان نشان می‌دهد که در حال حاضر بیش از 15,000 مدرسه دینی در افغانستان فعالیت دارند. این آمار نشان می‌دهد که حدود 11,000 مدرسه و 445 دارالنفاذ فعالیت داشته‌اند. این در حالی است که با ممنوعیت حضور زنان در دانشگاه‌ها و محرومیت دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب، شاگردان دختر و پسر مدارس دینی به صورت چشمگیری افزایش یافته است. شماری از همسایگان افغانستان این مدرسه ها را عامل بی‌ثباتی در این کشور می‌خوانند و گفته مسئولان وزارت معارف طالبان در هر ولایت یک مدرسه بزرگ جهادی و در سطح هر ولسوالی 3 تا 10 مدرسه ابتدایی دینی بخشی از برنامه این وزارتخانه است. قهرمانی زکیه خدادادی در مسابقات پاراتکواندوی اروپا. زکیه خدادادی دختر ورزشکار افغانستانی در مسابقات پاراتکواندوی اروپا قهرمان شد. او پس از قهرمانی در روتردام هلند اشک ریخت و در یک پیام مدالش را به زنان افغانستان تقدیم کرد. خدادادی در وزن منفی 47 کیلوگرم پس از پیروزی بر 2 تکواندوکار ترکیه و 1 ورزشکار از اوکراین قهرمان اروپا شد. خدادادی در مورد این قهرمانی به رسانه‌ها گفت: در تمام جریان توزیع مدال و جوایز اشک ریختم، به دلیل آنکه من پناهنده هستم. نه بیرق کشورم در مسابقات بود و نه سرود ملی افغانستان در سالن محل برگزاری مسابقات نشر شد. او با نشر مصرعی از ایرج جنتی عطایی اضافه کرده است: هرچه تبر زدی مرا، زخم نشد، جوان نشد. زکیه خدادادی که از ناحیه دست چپ دچار معلولیت است و تاکنون پاسپورت فرانسه را ندارد، میگوید: من نخستین زن معلول افغانستان هستم که مدال طلای قهرمان اروپا را به دست آورده است. خدادادی مصمم است تا کسب مدال طلا از مسابقات پارالمپیک به سعی و تلاش در تکواندو ادامه دهد. طالبان: نمی‌خواهیم عامل وخامت اوضاع در منطقه باشیم. معاون سیاسی ریاست الوزرای طالبان میگوید که حکومت این گروه نمی‌خواهد عامل وخامت نظم و امنیت در منطقه باشد و افزوده است طالبان اجازه نمی‌دهد که از خاک افغانستان کسی تهدید شود. اما به گفته او سایر کشورها نیز باید بر اساس حقایق ابراز نظر کرده و از اتهام‌های بی‌اساس خودداری کنند. برخی از کشورهای همسایه از گسترش ناامنی از خاک افغانستان به منطقه اظهار نگرانی کرده‌اند. با تشکر از توجه شما، وقتتان بخیر.